ما شروع میکنیم. ماش همدانی. ای سلام بچه ها، سلام علیکم به قسمت 5 از پادکست جهانی تی تایم خوش اومدید. همونطور که از تصویر پیداست امروز قرار راجب ایل برادرز Black Brothers. He's a black brother. Hey, he's a black brother. Hey. امروز میخوایم راجع به آرکین صحبت کنیم که فصل دومش داده. فصل اولش نمیداد ولی فصل دومش داده. استغفر الله ربی. یک عدد تیر ریختم و میرم سراغ دومی. راجع فصل دوم آرکین میخوایم صحبت کنیم. چشم پاودر رو نگاه کن، بنفشه، شیمر زده. و بگین که از 1 تا 10 فصل دوم آرکین چقدر گیه. امتیاز بدیم فصل دومو تا تن کامل نیومده که. نه بابا داریم امتیاز نمیدیم، فقط داریم صحبت میکنیم. خب چقدر گیه. بذار فصل آرکین سیزن 1 سیزن 2. ای من عاشقشم. ای I'm a black brother. I'm a black brother. به خودشم بگه تو اینه. تو خیلی غلیظ میگه. خب تو اصلا تو یه جور میگی انگار مثلا چند تا برده داشتی تو مزرعه داشتن واسات کار میکردن. من برادر سیاه خودم هستم. کاکا برادر. اونا رو بیار اینجا کاکا سیاه. خب حالا به نمایندگی از سیازونوان آرکین، سیازون زون سیاها، منطقه برادرهای سیاه. Wonderful. اوکی. ایو برادر no, it's all wonderful brother. حالا چیزایی که ایو بودشو میذاریم اونجا دیگه. مثلا اون قسمتی که کیتلین جان چیت میکنه و میره گی تر میشه از چیزی که هست. باز مثلا ما میگفتیم که آکه یه دونه وای. من کیتلین رو دوست دارم. من کیتلین رو خیلی دوست دارم توی این فصل. مثلا اونجایی که یک کلاه گنگ گذاشته کیتلین خیلی کلاش بدسته اینا. آره بهش میاد ولی خب گی لاساگو بیچ لاساگو هیچی از گی بودنش کم نمیشه. Legacy. I love her. I love how she do her outfit, but she's gay. Legacy. Look at this shit. Gay, my man. Look at this She's shit. Gay, my man. My mother. Who gives a fuck, man? She's میگه cool. my mother. Jinx 3 تا دست. And she's living in her life. جینکس چند پدر. خب جینکس پدراشو عوض میکنه. از هر کدوم خسته بشه میکشتش. Let's go. چه چیز آرت جالبی انتخاب کردن واسه یه برعکس شده. قبلی وای و جینکس رو نازی میکرد، الان جینکس وای رو نازی میکنه. نازی میکنه. Don't be میکنه. afraid my little جینکس has a cool چیز تتوهای بالی داره. Yeah, I'm a grandis. You're a grandis. ولی هر She's a grandis. Thank you. شلوارش نگاه کن. میگم شلوار بچگیشو شبیه دلغکای دیگه. راست نه میگه. به این شلوار اون بچگیش عکس بچگیشو میتونی بیاری؟ من فکر کنم من از همون اول جیمی چیه؟ جیمی اون که تو جو روگن عکس مثلا چیزای مختلفو میاره. دست شما بذار چیز کنم. شلوار همون بچگیشه که تا الان فقط شلوارش عوض نکرده. چایلد هود in the hood. باورت میشه از وقتی بچه بوده تا حالا لباسش عوض نکرده؟ واقعا داره همین نیم تنه She stinks a lot. این پیرنش بود که تبدیل به شلوار کرد.
Let's go. I love jeans. یه شلوار دیگه هم دار. بد سلیقه است کلا توی لباس دیگه. پیش تو دوره مد نیومده راهنماییش کنی چی بپوشه. ای اینجاش زبدر داره، یعنی به اینجا نگاه نکن، آی کانتکت کن. نه حتما چون بزرگ شده پیرانه بهش پاره شده اومده قشنگ خیلی. نه بچه هم بود نگاه کن اینو گذاشته. آره بچه هم بود میگفت که I'm crazy in my head man. این ورژنش تو بازیه. اصلا ورژنش تو بازی انگار یک یه خشمی ازش داری. کجاست؟ یک آدم خطاییست. نگو پشما چه جاده اینا. نه این که چیزه، این که کاستومه. جینکس تو بازی یه جوریه انگار شایعاتی ازش به گوش میرسه. دقیقاً لاساگو. خب هر چقدر توی این آرکین بد سلیقه است، توی بازیش ان سلیقه است. می‌دونی چرا این شلوار ساق نداره؟ چرا؟ چون ورده اینجا زده. She's a black brother. She's a black brother. Hey. طراحیش باله می‌بینی؟ Yeah, I'm agreeing that. She's pretty in my opinion. خوشگله به نظر من. You don't have a good opinion. این بازیگرشه. ببین از چیزش، از چهره بازیگرش به نظرت توی الهام گرفتن. تنها که میدونم اون الهام باشه باید. بزن نگاه کنیم دیگه. بزن بیاریم کنارش بذاریم. Look at these. Did you smell coke? آره. برف اومده از پاریس. برفایی که از پاریس. یه لحظه که آره. توی موسم فوت کردم به خاطر اینکه کلیک موسم فلزیه و الکتریسیته ساکن اونجا جمع میشه. بعد من فوت میکنم میگم بی شرفا اینجا رو مکان کردید، گم شید بیرون. نگاه کن قیافشو چیز کن. مثلا ببین اینو به نظرت از این الهام گرفتن؟ مثلا فقط دماغشو. فک اینو این یه کوچولو فرق داره. دماغش. چشماشون یه کوچولو شبیه همه. دماغش اصلا بیشتر شبیه همه. خب اوکی دود. The only thing I can see is You this. gang bang their nose. اوکی. من چیکارش دارم؟ چیز لواش هم چیز که نباشو کمر رو اداشو. نگاه کن لواش هم چیزه شبیه. Yes. ابرو not that much. She looks cool. No, you brother. She looks not bad. You brother. You're weird man. I'm weird. You're weird man. الان داری تروماتایز هم This is not an ugly person. الان جینکس اینو برمیدارم خانه بادم بکشم. Shut the fuck up. گوش کن عزیز. Just listen. I will convert you to your final form. روح خدا میشم الهه. Listen. She's not an ugly. Listen you. خب آگلی نیستش که تو ما اینو نه آگلی اصلا نیست. خب زشت که نیست. تا تو اینجا توافق داریم. زشت نیست. بامزه هست. آره کیوته. خب کیوته. قشنگم هست. Look at the face. آره قشنگه. خب پس چی میگفتی؟ میگم دلش نشکنه. واسه من تو کرتی دستبندی جان جونز قرار میگیره. آره نه برادر. ایو برادر نیست قشنگه. نه خودت میخوای بگی که تو همچه آدمی هستی که اینو ببینی بگی listen man جان جونز. آره من هستم. من این قشنگ میبینم جدی. I do. من اینو قشنگ میبینم. الان اون وقتی که بشنوه دمت گرم. الان وقتی بشنوه از آمریکا میاد گیلان. الان تو وقتی اینو میگی ladies are gonna love this one. من قبل این پادکست گفتم که من خیلی خانم‌ها رو دوست دارم. برام ازم راضیه. So you love her. بابا you love her. The genius. خدای بد نیست. نه بد نیست. الان بین این و این
تو خودت اگه بخوای صادقانه از روی صداقت و دوستی و انسان موجود از اونجایی که خیلی انسان با شرافتی هستم میگم listen man جان خواهی میره جان قشنگه بنده حالا قشنگه yeah good God bless you woman is a respectful creature I respect women a lot من همیشه تو زندگی به خانوما احترام میذارم خیلی احترام میذارم به خانوما یعنی هر وقت یه خانم میبینم میگم که جون لعنتی شما خیلی محترمین اوکی خب نگاه کن نقش چی این گفتیم که نقششو بازی میکنه آره. این چی گفته الا سامر فکر کن فامیلی تابستون باشه سلام تابستون چطوری بهار چاکر پایزم الا سامر چی؟ پرنل ویدیکر یه بوکسور ویزردی بود بلک برادر پرنل آره بلک برادر is an English actress best known for her role as Jackie in a Showtime drama series Yellow Jackets. Oh. Jinx in the Netflix. We know her for the Jinx part. Exactly. Animated television series Arcane. این ده فلان اینا زیاد مهم نیست. خب این الان آپدیت نکردن این تو سیزن 2 هم هستش. همسن منه 96. ای تو متولد 19 من متولد 90 ام. آره خیلی پیر شدم میدونم داره کم کم یادم میره راجب چی داشتیم حرف میزدیم آرکین دیگه آلزایمر داره میگیره listen yo خب این از این 3 تا شخصیت گی داریم ما اینجا که I hate all of them بریم خود شخصیت ها رو رنگ کنیم نظرت چیه؟ نه مثلا آقا امروز پنجشنبه شنیدم حرف نگاه کن اینجا رنکینگ شخصیت هاست بچه های توی خونه این رنکینگ شخصیت های آرکینه اندرو تیت این کتگوری تاپ جی اندرو تیته اندرو تیت یه خروس داریم اسمشو باشیم اندرو خیلی به خانم احترام میذاره دقیقا اینجوریه این حالیه واسه کلتاس چیز کلا جان اندرو تیت خیلی مخلصه خیلی به خانم احترام میذاره من جینکس رو در این حد دوست دارم در چه؟ در اون حدی که این به خانم احترام میذاره آیا اصلا دوست نداری؟ نه عاشقشم ولی خب اون جوکی میداشت let's go man الان وینی شدی؟ وینی Hello, welcome to our YouTube channel. Let's go. تو شومی چرا اونو میزنی نکن اندرو تیت هستی اونه تاپ جت اندرو تیت در حدی جینکس بیشتر تاپسیه تاپسی چیه؟ کانسینسنسی داره I love Jinx. She's the best in my opinion. She's crazy in her head, man. این گروپ میکنه. خب بچه‌ها گروپ نکنید. ای بابا. تو دیزاین منظورمه که گروپ میکنه. گروه میکنه. گروهی نکن. چی؟ استغفرالله ربی و اتوب الله اکبر. الحمدلله. گروپ. خب امروز پنجشنبه است شنیدم حرف این میاد چی؟ نمیدونم چی میگه فقط میگه حرف رو. این گفتیم توی دستبندی تاپ جی قرار میگیره. My love. خب بریم ببینیم که وای خب بازیگر وای خیلی سفیده خیلی سفید خانم سفید خب عکس هم نیورده از بنده خدا بنده میخواست انانومس بمونه این فامیلیش چیه؟ چه تلفظ میشه؟ Steinfeld I knew that you know نه
هیلی استاینفیلد اینه که خواننده هم هست. Yeah, she's not bad. She looked like a black brother. You think? She looked pretty, my man. You think this is a good look? You think this is a good look, really, my man? Okay, now I'm looking she's okay. نه بد نیست، خوبه. قشنگه، آره بد نیست. خب بریم لوک خودش رو چیز کنیم. What? Not me. You don't need us? No. I mean not I'm just bringing the memes out. Caesar talk. No, that doesn't mean that I do it. Caesar. You should be careful. Gay. I'm not gay. I date. داشتی دروغ میگفتی زبان نچرخی. نه. Let's go. Let's go. Let's go. Hey. Hold on. Let's go. Hold on. بخوام ببینم نویز داره یا نه؟ نه خوبه. اوکی. خب اینجا بچه بود. خب یه عکسشو بردارم ببریم لوکشو در مقایسه با اون عینا کنیم. اینجا چون جیزس کرایست رو خیلی دوست داشت از این عکسش استفاده میکنیم. همیشه با ایمان باشید. همیشه مطمئنی ایمانش رو دوست داری؟ میبرم بالاتر که به بچه ها با ایمان بمونن. فقط به خاطر صلیبی که داشتش این عکس انتخاب کردم. من که چیز دیگه نگفتم. منم همینطور. خب الان نسبت به این بیشتر این به نظر پلنگه، از اونایی که لباس پلنگی پوشه و ژل لب میزنه. این انگار نچرال بیوتی است. کلا جینکس رو بیشتر دوستم چون وای گیه. وای گیه؟ Yes. Why is the one who made Caitlyn gay? And Caitlyn is a bitch who gay around. I'm convinced. همینجا وای میسی که اضافت. Don't do that shit here. We don't have no gay playing around. Only real gays can be gay. No gay shit here. Get the fuck out of here. خب ببینیم راجع به کرکتر وای چی گفته. راجع به کرکتر وای It's a gay bitch who has consistency. کرکتر وای مثل 80 اومده بار فک رو فرش و از کمر شکست. اینه نگاه کن وایولت نوشته وایولت. من فکر می‌کنم اوکی یه وی بزنیم حالا اگه برای اینکه خود طولانی بشه یه آی هم بزنیم بهش. آن چیز خلاصه منم که تا قبل فصل دوم نمیدونستم اسمش وایولته. Violet my darling. برو خونتون. من فکر میکردم مثلا یه بچه ناخواسته بود هی پدر مادرش میگفتم وای خسته شدم وای we have this child. اسمش چیه بذاریم؟ وای. این درزانه. Violet commonly known as Y is a lead character. نقش اوله. میخوای بگی جینکس نیست این ها؟ نقش اوله. بیاد اینجا. خیلی ببین نقش اوله. نه داشتی خیلی محترمه. ببین به خانم‌ها داری احترام نمیذاری یا بهرامو داری ناراحت میکنی. بهرام الان داره ناراحت میشه. به چیز هم برادر ما زیرزمینی هستیم. بهرام الان یه گوشه سکوت کرده. سکوت سرشار از سخنانی نگفته است. از سخنانی داری به خانم‌ها احترام نمیذاری. خدایی ببین قشنگه که بنده خدا خیلی قشنگه. ولی خب گیه برادر. راست میگی نمیتونم مقاومت کنم. Tell me what it is. Man or woman. I'm an email. خب when her parents were killed by Piltover. اسمم پیلتوور بالا شهره. خواهد بگه بچه بالا شهر اومدن. She and her sister Powder were taken. اینم شلوار بچگیشو داره میپوشه راهه. فقط ساقاشو ندوزید که ساق بزنه برای خودش. اون کته رو از یکی دیگه دزدید که ساق داشت. بچه‌های پایین زیاد شلوار ندارن. زیاد علاقه به تعویض لباس از بچگی. ببینیم پرسونالیتیشو چی گفته مثلا. ببین چه شخصیتی داره. انگریشیوز. میگه why is a sassy lively bold and direct person that greatly values family and think being fair.
which caused her to hate Piltover during her teenage years. آره یادت میرفتن مثلا دزدی میکردن از بالا شهر. Fuck you Black Brothers. Get the fuck out of here, Black Brothers. My Black Brothers. Hey, he hates Silco even more. Hate Silco رو خود دوستش I love Silco. Why you love Silco? Because he's a good dad. He's not a good dad. He's a black brother. He used Jinx for his cause. He's a black brother. You know what a good dad does? He protect his child, and that's not what Silco did. I don't know. He اصلا اون لحظه آخری که داشت میمرد منو ایموشنال کرد. مینا حالا تو دوست داشتی، کسی نمیگه تو حق نداری هیچ کرکتری رو دوست داشته باشی. I love Silco. ولی سیلکو پدر خوبی نبود. هیچ کسی پدر پرفکت خوبی نیست. خیلی پدر میشناسه. پدرولوژیست. اسم آرتیستمو پیدا سیلکو به نظرم پدر خوبی نبود، به خاطر اینکه از جینکس واسه کاز خودش استفاده کرد. تو از دخترت واسه کاز خودت استفاده نمی‌کنی که. واسه چی خودم؟ از دخترت محافظت می‌کنی واسه خودش زندگیشو بکنه که کاری بود که پدر اولیه داشت می‌کرد. آره. آره مثلا جفتشون دوست دارم ولی خب سیلکو خیلی پاور هانگری بود، خیلی عشق قدرت بود و مثلا جینکس رو دوست داشت، مشخص هست دوست داره، نه تا اون حد دیگه. نکته همینه he was a fucking psycho. ولی خب مرد براش توسط اون کشته شد. نه مرد براش که کشته شد توسطش. پدراتون رو نکشید بچه ها، پدرها گناه دارن. جینکس سومین بارش بود. I love you. Not because she killed. تنها پدر کشی که من دوست دارم آرتاسه. من عاشق آرتاسم. آرتاس و جینکس they can be a good couple. من جینکس رو دوست دارم ولی she's a black brother. نه جینکس باله. جینکس is funny. cool funny beautiful. من جینکس رو دوست دارم به خاطر اینکه انجینیره و چیز میز درست میکنه، چیزای مختلف اختراع میکنه و اختراعاتش اکثرا میرینه. That looks like me. In the shitting part, I agree with I agree. ناراحت شدم. Okay, let's see. She's overly protective of Powder. پاودری که هم داشت با اون کیتلین مادر جالب میرفت بکشتش. خیلی پروتکتیو. نه تو مثلا نگاه کن نگفت شی پروتکتیو آف جینکس. گفتش که نه تو بچگیشون پروتکتیو بود تا وقتی که پاودر همه رو به فاک داد. خیلی خوب کردی پاودر. وفادار نبود. ای بابا کشتی همه رو، اشکال نداره، هیچکی کامل نیست. زد مادر همه رو مربایی کرد. آن دیگه. Let's go. خب ببینیم دیگه چه کرکترهایی هستن اینجا. وایو چیز کردیم؟ وای چند تا تاپ جی میگی؟ چند تا تاپ جی؟ اون قسمت گیه به نظرم. تاپ جی برادرشو بده. اون برادر تاپ جیه که خیلی گی به نظر میرسه. اسمش چیه؟ I don't know. Do you think I watch this? آیا فکر میکنی که من همچین چیزی رو تماشا میکنم؟ تو میدونستی یه برادر داره؟ من حتی اینم نمیدونستم. اندرو برادر برو there. الان میاره که همه منهای الهی کدومه؟ این اون اندرو تیته. انگار مثلا مادرش مرده تو 40 اینه؟ آره خواه برادرش خوشگل‌تره ولی خدا وکیلی. اندرو تیت مو داره؟ موهاشو میزنه به خاطر اون موهاشو میزنه. موهاشو همه ریخته. چی از اون مونده؟ فقط یه شایعه در مورد موهاش شایعه در مورد موهات حرفایی به گوش میرسن. خیلی تیپه. نه برادرش انگار
You like the brother? No. You had the crush on him? Ew brother. خیلی تعریف میکنی ازش. نه منظورم از اون آگلی تر نیست. خب بیا این عکسشو میذارم به عنوان رتبه دوم Yes. این رنکینگ ما. کپی رایت تاپ جی. نه بیشتر تاپ جی باید کپی رایت این باشه. حداقل مو داره. ای He's a white brother. He's a white brother. ای خب He's a white brother. این کتگوری دوممون دایرکت سلکشن نداره این. حتما باید دایرکتیو باشی مثل وای. نه میخوام دایرکت سلکشن کنم این چیزشو بردارم آن گروپش میکنم. بچه ها اینجا میتونید با ما دیزاین یاد بگیرید. اینم باید آن گروپ کنیم. He's a white brother. He's a white brother. موزیک پس زمینه میام تو وقتی که این درست کنم. این آسانسور هست. آهنگ آسانسور بیا. خب طبقه دوم. بریم گروپ کنیم. به نظر خیلی عکس کوچیک نیست. مهم نیست. همین که اندرستندشون کافیه. همین که میفهمید شما کافیه بچه ها. دیگه دیزاین یاد نگیرین. ایناف برادر. خب بریم. وای عزیز. مطمئنی عزیزه لذیذ نیست. Ew brother. She stinks. خب ماشم رنگ کرده قشنگ بلک برادر شده. Okay. We have here the why. وای توی کتگوری تاپ قرار میگیره. Except the part of being gay. She's gay. She is not gay. She identifies as non-sexual attractive. She's a sexual chocolate. No. پس میره تو دستبندی جان جون. نه آره جان جون. نیکنیمش با جان جونز یکیه دیگه. البته این وایت چاکلت بیشتر تا. بیا اینجا کنار بازیگرت. کنار بازیگرت وایسا. آره عزیزم I love you. Let's go. خب این میاد مثلا من اینو میذارم تو دستبندی تاپ جی. من وای دوست دارم. من میذارم بین تاپ جی و داون جی. من اهمیت نمیدم اینکه تو چی میذاری. بریم بقیه رو کسا نگاه کنیم. She's depressed. She's depressed now. گوربا رو پیش میگن. خب بندر بندر همون چیز هست دیگه. همون چیز هست دیگه آقای سفید. همون بیست هست دیگه. خب اپیزود بگم. کاراکتر بعدی اومده چیزو گذاشته. اون دانشمنده رو گذاشته. ما زیاد به دانش اینجا اهمیت نمیدیم. اون جیس هست بابا. اون جیس همون بیناموسیه که رفت اون زمین رو نابود کرد همه چی به فاک رفت. آره بچه‌ها اگه سریال رو ندیدین هم این پادکست رو ببینین که همه چی براتون اسپویل بشه. We don't care. We are black brothers. عشق من. Gay, I hate her. June. Gay. Let's go. Let's see how is her gay personality. بریم پرسونالیتیشو ببینیم. پرسونالیتی کیتلین رو ببینیم. When she first appeared, Caitlyn is a young, curious and نمیدونم چی upper class child. Somehow outcast, isolated from her family wealth. بچه پول داره دیگه. اصلا ببین کاراکترش اصلا پرسونالیتیش تو اینه که من پول دارم مثل بتمنه. What is your superpower? I have money. سوپرمن و فلش میرسن سر صحنه. بتمن داره محسن لورستانی گوش میده. Shown in her shooting tournament with Grayson and someone فلان میگه که she's deeply compassionate and empathetic. یعنی مهربونه. Compassionate in being gay. But her often cause her to come off as a stuck off and the people come off as a gay person. And sometimes her follow کیتلین خوبه. I love her. Gay. I don't ببینم بازیگرش کیه. من توی این She's a gay person. She's a gay person. She's a gay person.
Caitlyn is good. A gay is a gay my man. کیتلین رو حالا اینجا رنگ نکردیم هنوز. بریم بازیگرش رو ببینیم. آنتی گی. No, I'm not anti-gay. I love gays. Gayologist. Let's go. بازیگرش کیه؟ لوگان as Caitlyn Kerman. ببینیم کیه. این بازیگرش ایژنه. So I love her. Okay, top G. 37 سالشه. من اینا چی کار میکنن؟ این مثلا 37 سالشه ولی شبیه مثلا یه 22 ساله آدم 22 ساله ای که توی ایران زندگی کرده است. ایران کلا آدمو بلک برادر میکنه. نگاه خیلی به نظر جوان میاد. آره she looks young and beautiful. I'm beautiful. سکوت. She don't not now. تیو مصاحبه قشنگ بود. She's not bad. I don't break your heart. You're fine. You're beautiful the way you are. فقط به خاطر پادکست ما فارسی یاد گرفتی که بتونه گوش بده. خب خدمت تو عرض می شود که به نظرت کیتلین گی؟ ببین هم گیه هم بیچ اراونده. بیچ اراوند چرا؟ چون gays with other people. کیتلین تو دستبندی تاپ که قرار نمیگیره قطعاً. به خاطر اینکه Caitlyn is the best because she's gay. ببرش پایین. به خاطر اینکه امبسیتور هم خیلی راحت تونست گولش بزنه میاد پایین. نه تنها امبسیتور بلکه خیلی راحت با دست قرار گرفتن گی شد و از اون بر اون به خاطر همین میاد پایین. ولی من دوست دارم کیتلینو. قیافه جالبی داره. You can have my number Caitlyn. Hey. Let's go. ببینم Black Brother. ببینیم این یکیه کیه؟ مل مارادا مدرا ببخشید. She's cool. She's cool. I like to. سیاست مدار اینترسانته ایه. سیاست مداره. She can be brother of Top G. Brother of Top G. ببینیم بازیگرش کیه؟ I hope she is a black. بچه‌ها به این موضوع که ما راجع به آرکین حرف بزنیم با عادت کنی. She's not bad. شبیه زویه. شبیه کسی که نقش گومورا رو بازی کرده. گومورا اکترس شبیه اینه. نه آورده بازیگرش. گومورا رو اشتباه نوشتم احتمالاً. میزنم گاردین آف گالاکسی کاست. اینا این شبیه زوی She considered as being pretty. She's not ugly. Everyone are beautiful my dear. نه هیچ. همه همونجوری که هستن زیبان. بابا عزیز این سنش رفته بالا دیگه. آدم وقتی سنش میره بالا اونطوری که مثلا جوونه به نظر نمیرسه که. سن بالا زشت نیست. نگاه کن 46 سالشه. 46 سالشه. She's wonderful my dear. She looks good. من الان انگار 46 سالم. ای حرف میزنی واسه خودت. شکست نقصی میکنه. شکست نقصی. نقصای خودشو میشکنه. خب بریم راجع به کرکتر این ببینیم چیکار. داشتم میگفتم که بچه‌ها به این عادت کنید که ما راجع به آرکین حرف میزنیم چون خیلی اپیزودا رو خیلی اپیزودا رو قراره در مورد آرکین بگیریم because it's a great series and you should watch it. At least. آره فیورت اونه. من چون فیورت اونه نگاه میکنم وگرنه هیچ علاقه ای ندارم. I'm joking man. نگاه کرکتری که تو دوست داری هیچ شخصیتی نه. آدم بی شخصیتی. خیلی بیشتر با مهمه. کرکتر مهمیه. شخصیت نداره. منم خوشم میاد ازش حقیقتش. میاد بلک سیستر منو. مای سیستر. میاد برادر تاپ جی. Yes, I'm agreeing this. Yes, خیلی انگلیسیش خوبه. خب بریم ببینیم
ویکتور ولش کن حالا حوصله‌شو ندارم. اوکی وندرم ولش کن. وندر کیه؟ این بابا. آره این کیه؟ اکو فکر کنم اون بلک برادره. دیدی گفتم اینم زیاد کرکتر مهمی نیست. آره. سویکا سویکا کاردی بی کنسید بی البته. اینم زیاد مهم حال نمیکنه. Yeah, he's a you brother. این کیه؟ سویکا looks familiar but I don't know who. Oh my dear darling. ولی به نظر identify as transparent. She's a transparent. ترانسپرنت. مادر ترانسپرنت شده مثلا چیز گرافیک تو پشتش من. بریم کرکتری که تو ازش تعریف میکنی. سیلکو چوشم نداره. چوشمش رو نگاه بکن. ببین he's a narcissist but lovely. You can't be narcissist and lovely. Yes, that's the point. ولی ببین به چیز گفت که don't cry با اینکه منو کشتی ولی پرفکتی. بهش حداقل I mean he was afraid. What you gonna say to a person that shoot you? You're a piece of shit. Boom. یه دو دیگه. خود در اصل که داشت میمرد. میخواست با آرامش ببینه. Let me die in peace. دیگه نمیتونم یه گلوله دیگه تحمل کنم. ای بابا. سیلکو من ایموشنال کرد. Just because of that I like him. میاد اینجا بخواد I was just like پیش you shouldn't die. میاد You پیش shouldn't die you کیتلین. piece of shit. You motherfucker don't die. میاد پیش این از گیی در بیاره. I don't like being Caitlyn around him. بذار خدمت تو عرض میشه که she's a mysterious character. I like her. But she's a bitch around. بچه ها یعنی فکر میکنید که این فصل آخر آرکینه؟ اگه فصل آخر آرکین باشه همتون گید. ایشالله که هست. ایشالله که هست. I love gays. I love My bitch is آرکین. gay. دوست ندارم آرکین تاون شه. منم همینطور ولی خب میخوام فلسفی باشم. میخوام به اون درجه والا برسم. همه چیز بالاخره یک روز تمام میشه. Let's go. بازیگر این کی بود؟ I don't know man. He looks ugly but I love him. Listen yo. Hey. Listen yo. گردنم درد گرفت. من مایتو رو نگاه کردم. بچه ها این پادکست یکم زودتر از قسمت های دیگه تمام میشه. Okay, who is the actor? اکتر سیلکو پنجشنبه ها میره فوتبال بازی میکنه. سیلکو اکتور. Who's this bitch? Looks familiar. Not at all. آره من فلش رو بازی کرده. فلش نی. میگم چقدر سری مرد. سیلکو رو دوست داشته باشید. در حمایت از پدران کشته شده. آرتاس خدا چرا سریال درست نمیکنن؟ چرا از آرتاس سریال درست نمیکنن؟ وارکرافت پدرشو کشت. چرا آرتاس فوق العاده است. چون تاج رو سرش سنگینی میکرد پدرشو کشت. دیگه سنگینی اذیتش با هوش مصنوعی یه سری چیزا درست کردن راجع به مثلا سریال وارکرافت که آرتاس بازی کرده. بازیگرش هم مشخصه کیو گذاشتن دیگه. این که ویچر رو بازی کرده و مثلا آره. کراشه. تو کلا هر چیزی رو که چند نفر دوست داشته باشن تو کلا باید تخریبش بکنی. نمیتونی تحمل کنی یه نفر دوست داشته باشه. ایشون دیهیتفول و همه ازش بعدشون یه تانه خوبه. با کمک هوش مصنوعی چیز کردن. البته این کمک هوش مصنوعی دیگه خیلی خاص شده. همه نمیدونم اولین آهنگ با کمک هوش مصنوعی، اولین ریاکشن با کمک هوش مصنوعی، مثلا پس فردا میاد میگه اولین ریدن با کمک هوش مصنوعی. مثلا میبره داشتی چت جی پی تی الان باید زور بزنم یا باید وایسم کمک میگیرم. Tell me how to shit. خیلی چیزه، خیلی هایپ شده هوش مصنوعی. خیلی جدی تر از چیزی که هست داره. مثلا ما واسه لوگو ساختن ازش کمک گرفتیم. دیدی
خیلی لوگاش بد بود ولی خب ما ازش در صورت کمک گرفتیم. آره کمک میشه. نگاه کن چیز دیگه بهش یوتیوب گفتیم بهمون اینسپیریشن بده. آره واسه اینسپیریشن خیلی میشه ازش استفاده کرد، میشه ازش کمک گرفت. شما رو جایگزین نمیکنه، شما رو آقای سفید میکنه و اون میشه جسی پینکمنتون که بهتون کمک کنه دیگه. مثلا یه بلک برادری که هلپ میکنه بهت، مخصوصا واسه کسایی که کد نویسن یا مهندس نرم افزارن، تو مزرعه‌های نرم افزار نیاز به کمک دارن، تو مزرعه‌های نرم افزار اپلیکیشن کشت میکنن، به اونا مثلا مثل ماشین حساب واسه اونا میدونی یه سری کارهای تکراری رو مثلا میتونه انجام بده. مثلا کدای بویلر پریتی که مجبوری همیشه همینجوری بنویسی رو میتونه اون برات انجام بده. Black brother. You're a black brother. ای کرکتر آرتاس. Let's go. این بود از قسمت 5 بچه ها. اینم از رنکینگمون که این بالاست. میتونید همین حد حوصله داشتیم که آره در هر صورت که خیلی قشنگ بود. من که دوستش دارم. Listen man, جان جونز. بچه ها همیشه تو زندگیتون شکلاتی باشید مثل جان جونز. He's a killer. شب خوبی داشته باشید. مثل دماغ جان جونز. Look at these chocolatey lips. Like it? I just said look at it, man. Why you have to make anything gay? I don't. I accept you however you are. Thank you. I'm sorry, man. Thank you. This is me inside. This is how I feel right now. Like Drake. No, really. Imagine. نگاه کن. Oh man, he looks like Drake. آره شبیه‌ان. Man. خب برادرهای عزیز تا قسمت بعد خداحافظ. خداحافظ. تی بخوری. تی چیز خوبیه. سلامتیتون. تو گلوش گیر کرد.